این خط شناس شدم قربان خطه اما صورت قرطم صورت شناس ها وای خط شناس شدم 2 سال بعد اول شوفör گرفتم اینه شوفör من بود 1-2 سال شوفör کرد بعد وای من بخاطر ناز میبینم افت مالو رفتم آدیست که خلات من ناز میفهم من ناز میدانم شما زبان ناز میدان ناز نمیدانه گفت من بخاطر میشم گفت من بخاطر شد 2018 19 هم سال هم وقت 2008 میباش 95 96 98 97 سال خطا نشود تاجیک دارم خیلی قبل میزنم 97 بخاطر من شد این بعد وای نالو و چیز دکمنتا تریلر بارم میبیایه همه خودش حال میکنه پولو مندن میگیره وای میتیم حال میکنه همین نمانه بسیار فرق کرده ناو سرشدن دنی بعد تا 2010 11 ها کار کردگیم من تجارت تا 11 ها همین وقتا 1.5 میلیون دلارمو خوردیم 4 تا خانه گرفتگی چی گرفتگی ویلا 2 تا ویلا زمین همه خیلی خالون یا کمیشه 2004 خاطر قبضدگی باشه خودتونم خب یعنی من صاف رو کرد تا 2010 هم بود بعد ترکیه رفتم آوری کردم زواری در کجا کردی شما؟ همونجا بودم ترکیه رفتم دوی روز آوری کردم ها چه صاف فرق کردم من صاف پول خوردگی من گفت شما این میکشم مرد و پولمتی گفتم شما باردادگی 4 تریلر باردادگی بودم پولمتی گفتم نه گفت شما این میکشم اینجا یک روز ماندن نمیتونم گفت شناسی این بود حاجی حلیم بود عبدالحمید بسیار بارم است چیزم است یکم گپ نشود خارجی هستم شما برای چی همان دکانتان چطور به نام وای نام نویس کردی؟ فیلمی به نامش گذارم کو فیلمی هیلولا برای چی همونه نالا خود شما گفت اینجا 2 تا نفر رو داشتم من اینا قبضان ده هم یادم بیه جمعه قطعی طلات ترک است سودای من است اینا سودا کردسته بودن اینا سودا کردسته بودن همون وقتا ترکیه میرم بیام فیلمای گذاروندن این آمد من گفت نه میبیایی شما میپرسه چی نه من نگذارم شما ترکیه میرم میبیایی نه من نگذارم فیلمای گفت ده من نیسته شما ده هم بسیار پول میگیرن گفت چی هیچی نگفتم آخه دولت تسکیره پول گفتم هیچ گپ نی دکمات بیار من بس گفتم نی گفت نی من کم میتم گفت من نالو چی تماجنی کم میتم نام من گذارم فیلمای همه خیلی نام من گرفت بعد وای که گرفتگی که 1000 باشه 20000 گرفته تماجنی بعد وای کاربسیه 6000 دلار گرفته 100000 دلار تی 100000 دلار تی گفته آخر در 6000 دلار گرفته کدومش میگم آخه صاف رو کرد من بانکروت کرد کشت حاضر با خدای زنه یک سوم نیست یک پول نیست هم احوالم هم سلامتم